فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب مولانا اولین بیننده که سوالشون رو مطرح کردن بیشتر در مورد احترام به بزرگترها بود و مقدار از زندگیشون رو در کودکی خودش و چند نفر از برادرانش و خواهرانش رو تعریف کرد و در مقابل این قضیه گفت که در مورد احترام به پدر و مادر در مقابل پدری که در حق آنها در کودکی بدی کرده چگونه باید برخورد کرد؟ یعنی سوالشون در کل به این صورت. بسم الله الرحمن الرحیم. حقوقی رو که در شریعت اسلامی بیان شده یک حقوق دو طرفه ای هست. هم پدر بر فرزند حق دارد و هم فرزند بر پدر و مادر حقوقی را دارد و هر کسی باید حقی رو که برگردنش هست این حقوق را باید به صاحب حق کاملا پرداخت بکند، همان گونه که خویشاوندان دیگر بر یکدیگر حق دارند. هر خویشاوندی بر خویشاوندان دیگر، افراد خانواده، برادر با برادر، برادر با خواهر و بقیه اعضای خانواده بر هم دیگر، خویشان و قومان بر هم دیگر حقی دارند به عنوان صله رحم که این حقوق را هر یکی باید به جای خودش انجام بدهد. و این مطلب که یک انسانی در حق خودش کوتاهی کرده، در حقی که باید به فرد دیگری بدهد، مانند این که پدر در حق فرزند کوتاهی کرده یا فرزند در حق پدر کوتاهی کرده، یک برادری در حق برادر خودش کوتاهی کرده، آیا این میتواند یک بهانه‌ای باشد؟ آیا میتواند یک مجوزی باشد برای این که ما هم در حق اون کسی که در حق ما کوتاهی کرده ما هم کوتاهی بکنیم، ما هم حقوقش رو پرداخت نکنیم؟ این از نظر شرعی امر پسندیده‌ای نیست. اگر پدر در حق شما کوتاهی کرده قطعا الله متعال اون رو مؤاخذه خواهد کرد، گناهی بوده که خود پدر انجام داده و به شما هیچ گونه ارتباطی رو نداره. و شما اگر هم در حقی که شما پدر شما بر گردن شما دارد کوتاهی بکنید، شما هم جداگانه مؤاخذه میشوید. بدین معنی نیست که چون که پدر کوتاهی کرده پس بنابراین فرزند هم کوتاهی بکند. هیچ کدام از اینها مورد مؤاخذه الله متعال قرار نگیره. هر کسی به اندازه خودش مورد مؤاخذه قرار میگیرند، چه پدر کوتاهی کرده باشد یا کوتاهی نکرده باشد. اگر فرزندی در حق پدر و مادر کوتاهی بکند، الله متعال قطعا چنین انسانی را مؤاخذه میکند و الله متعال حق پدر و مادر را در کنار حق خودش قرار داده و عبد الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا. در کنار دستور دادن به عبادت الله متعال و پرهیز نمودن از شرک، الله متعال دستور داده که به والدین هم احسان بکنید. قطع نظر از این که والدین محسن باشند، به شما احسانی رو کرده باشند، در تربیت شما و در تربیت و پرورش شما و در تأمین مخارج زندگی شما نقشی رو داشته باشند یا داشته نباشند، در هر صورت شما این حق را برگردن شما هست که به پدر و مادرتون احسان بکنید. همچنین درباره حقوق دیگر خویشاوندان یک روایتی هست، رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که لیس الواصل بالمکافئ، واصل اون کسی که صله رحم میکند اون کسی نیست که مکافات میدهد، اون کسی که مقابله به مثل میکند. یه خواهری چون که به منزل شما رفت و آمد داره، شما هم متقابلا میرید منزل خواهرتون، اما خواهر برادر دیگه که نمیان منزل شما، شما هم رفت و آمد نمیکنید. هر کسی با شما صله رحم میکند شما متقابلا صله رحم میکنید، اما اون خویشاوندانتون که از شما دور هستن صله رحم نمیکنند، شما با اونها هیچ گونه صله رحمی رو انجام نمیدید. از نظر شرعی رسول الله میفرمایند لیس الواصل بالمکافئ، این کسی که متقابلا خونه دوست و خویش و قومش میرد این واصل نیست، صله رحم انجام نداده. ولکن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلهم، و واصل اون کسی که صله رحم رو انجام داده کسی هست با وجود این که از طرف مقابل قطع شده صله رحمی صورت نگرفته، رفت آمدی با این فرد ندارند، حالش رو نمیپرسند، این واقعا صله رحم هست که این مقابله به مثل نکند، برعکس این عمل کردن این برود اون حقی رو که برگردنش هست، صله رحمی رو که برگردنش هست اینو باید کاملا ادا بکنه. حقوقی که در میان دو تا برادر هست، میان پدر و فرزند هست، میان فرزند و پدر و مادر هست، این هم همین حکم را دارد. و این که چون که پدر کوتاهی کرده، این به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی دلیلی نمی شود که من هم در حق پدر و مادر خودم کوتاهی بکنم، به این دلیل که پدر و مادر در حق من کوتاهی کردن، یا برعکسش فرزند کوتاهی کرده، این دلیل نمی شود که پدر در حق فرزند در واقع کوتاهی بکند. گناه هیچ یکی مجوزی برای گناه انجام دادن گناه در مورد طرف دیگر یا حق کشی به هیچ عنوان نخواهد شد.